مادری من یک چشمه بود. من او را بد می دیدم، زیرا از اینکه محض او مادری من است شرم می داشتم. ما هیچ کس نداشتیم و مادرم برای تأمین عائله در آشخانه مکتبی کار می کرد. باری او در نزد همصنف‌هایم به نزد من آمد و سلام کرد. خواست بپرسد که من چی حال دارم. من سخت شرم داشتم. علمم آمد. چی طور او به نزد من آمد. از شرم زمین نکفید که درآیم. من به او با غضب و نفرت نگاه کردم و با شست از پیشش دور شدم. وانمود کردم که من او را نمی شناسم. روز دیگر یک همصنفم مسخره آمیز به من گفت: ای مادری تو یک چشمه بود است که؟ من هیچ چیز نگفتم، اما حس بدبینیم نسبت مادرم افزود. من میخواستم که او گم شود، نیست شود، نابود شود که او را تماما نبینم. بیگاه به خانه آمدم و با او گفتم: خوب میشد اگر تو میمردی و مرا شرمنده نمی کردی. مادرم چیزی نگفت، اما از نگاه یگانه چشم سالمش دیدم که آزرده گشت. نگاهش را از من کند و به زمین دیده دوخت. از قهر و غضب به سرش داد زدم. باز چی ها گفتم نمیدانم. غضب عقلم را تیره کرده بود. هرچی که به زبانم می آمد برایش گفتم. کاری نداشتم که از دل او در این لحظه چی می گذرد. می خواستم که او را از خانه رانم، ولی این ناممکن بود، زیرا من نابالغ بودم و این حقوق را نداشتم. بعدتر من مکتب را ختم کردم. به یکی از دانشگاه های بیشکک داخل شدم. خرسند بودم که اکنون از مادرم دور هستم و کسی نمی داند که او مادر من است. کسی او را نمی بیند و من هم شرم زده نمی شوم. پس از ختم دانشگاه عائله دار شدم، فرزنددار شدم. زندگیم خوش می گذشت. به نزد مادرم برنگشتم. روزی سراغ مرا پرسیده مادرم آمد. او تا این دم زن و فرزندان مرا ندیده بود. در صحن حولی همسایه ها با او می نگریستند. کودکان من او را دیده اول ترسیدند و بعد خندیدند. منی که تا این دم خوش و آسوده می زیستم، با دیدن او
به خشم آمدم و به سرش داد زدم: تو از کجا پیدا شدی؟ بیرو از اینجا، کودکان مرا ترساندی. مادرم پس تکک بخشش پرسید و تیز تیز با شتاب قدم نهاده برآمده رفت. باری به نام من یک دعوتنامه آمد. همسنفانم واخوری داشتند و مرا دعوت می کردند. به همسرم گفتم که سفری خدمتی دارم و به زادگاهم آمدم. پس از واخوری با همسنفان خواستم از خانه کهنه‌مان که یک زمانی در آنجا میزیستم دیدن کنم. خانه در جایش بود. همسایه ها گفتند که مادرم وفات کرده است، اما این خبر مرا غمگین نکرد، زیرا من او را دوست نمی داشتم و خبری مرگش را هم بی فرق قبول کردم. همسایه ها به من مکتوبی را که مادرم برای من گذاشته بود دادند. با دل ناخواهم نامه را گشادم. پسر جانم، نوشته بود مادرم، من همیشه با یاد تو بودم، همیشه دوستت می داشتم. می خواستم که از تو عذر بپرسم که کودکانت را ترساندم و تو را ناراحت ساختم. فهمیدم که با واخوری همسنفانت می آیی. خیلی خرسند شدم، اما من بیمارم. جان مادر، می ترسم که تو می آیی و من نیستم که تو را ببینم. می دانم که از دیدن من خوشحال نمی شوی، شرم می کنی، اما می خواهم بدانی در کودکیت هنگامی که نو قدم گذاشتن را یاد گرفته بودی، از قضا افتادی و یک چشمت سخت زخم برداشت. من نمی توانستم که رنج و آزار تو را تحمل کنم. دکتر گفت که یگانه علاج طبابت چشم شخص سالمی را به چشم تو گذاشتن است. من یک چشم خود را برای تو دادم. من اکنون زیبا و دلبر نبودم، اما خوشبخت بودم، زیرا تو فرزند من به دنیا با دو چشم سالم می نگریستی. همیشه دوستت می داشتم و هنوزت دوست می دارم. من خودخواه، ابله، بی عقل، بی اختیار دست به چشمانم بردم. یکی از این چشمها چشم آن عزیزی بود که از من بجز آزار و خواری ندیده بود. برادران و خواهران مسلمان، مادر و پدر مقدسند. ایشان را
دوست دارید و به قدرشان برسید که بی دعا و رضای آنان ما وارد جنت نخواهیم شد.